أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید که باب آداب سفر کردن، یعنی حرکت کردن و ایستادن و شب گذرانیدن و خواب کردن در سفر، این باب رو درس گذشته شروع کردیم که در حدیث 966 رسیدیم. حدیث 966 را میگوید وعن ابی جعفر عبدالله ابن جعفر رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابو جعفر عبدالله ابن جعفر رضی الله عنهما روایت است که گفت اردفنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم خلفه، یعنی سوار کرد من رو رسول الله صلی الله علیه و سلم روز ذات یوم، روز از روزها، خلفه یعنی در پشتش بالای شتری ده، یعنی دو کسه در بالای یک شتر با رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه سوار شدیم. و اسر الی حدیثا، و اسر الی حدیثا یعنی که سیر گفت با بر من یک سخن را، بر من یک سیری را گفت که لا احدث به احدا من الناس، یعنی نمیگویم همون سخن رو به کسی از مردم، یعنی همون سیری را که رسول الله برای من گفتگی است اون سیر اکنون به هیچ کس نمیگم. و کان احب ما استتر به رسول الله صلی الله علیه و سلم لحاجتی هدف او حائش نخل، میگد و کان احب ما استتر به رسول الله، و بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا بود دوست داشته ترین چیزی که پنهان میشد بعد در پشت آن رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حاجتش، یعنی برای قضای حاجتش، هدفون یعنی که هدف بود، یعنی هدف مثلا کل شیء مرتفع، هر چیزی بلندی را که در پشتش پنهان میشه نمیبیند دیگرها، همین را میگن هدف. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی قضای حاجت کردن میشد میرفت در پشت یگان کوه، یگان سنگ، یگان چیزی که نبینندش، او حائش نخلین، یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه میرفت داخلی باغ خرما، باغ خرما که در پشت درختای خرما که دیگر از این طرف بودگی و نمیدیدندش، یعنی حائط نخلین، یعنی میگه مقصدش باغ خرما است، که دیوارها و بگیم آن جایی که محکم کردگی است اطراف باغ خرما، پشت اون میرفت تا اینکه نتابد. رواه مسلم هکذا مختصرا، امام مسلم همین طور روایتش کردگی است کوتاهک. و زاد فیه برقانی، و برقانی درباره این حدیث این روایت رو میگه زیادتی روایت کردگی هست، زیادتی به اسناد مسلمین هذا بعد قوله، با اسناد مسلم همون چیزی که در بالا خواندیم با مثل همینو بعد قوله، بعد این سخنش که حائش و نخلین، یعنی که پشت باغ خرما در رسول الله میرفت پنهان میشد برای قضای حاجتش، میگه دوامش در گفتگی فدخل حائطا لرجل من الانصاری، پس میگه در آمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بر باغ از مرد از انصاری، یعنی یک باغ در آمد که اون باغ از یک مرد انصاری بود. فیدا فیه جملون، پس ناگهان در داخل اون باغ میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شتری را دید که در داخل باغ بستگی است. فلما رأى رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس زمانی که دید همون شتر رسول الله صلی الله علیه و سلم را، جرجر و ذرفت عیناه، یعنی جرجره یعنی که صدا برآورد، یعنی شتر در گریه آمد. جرجره اصلا صدا برآوردن از گلو را میگن، پس بگم صدا برآوردن گلو را شروع کرد خود شتر، یعنی گریه کرد. و ذرفت عیناه، و جاری شد آب از دو چشمان شتر، یعنی شتر گریه کرد با آب چشم. فاتاه النبی صلی الله علیه و سلم، پس آمد همون شتر نزد، فاتاه النبی، پس آمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزد شتر. فمسح سراته ای سنامه، پس شکید میگه مسح کرد، بگم دستمال کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم سراتش رو همون جای بلندی که در پشت شتر هست، همون جای بلندی سنام شه، همون رو میگه
پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستمال کرد. و زفراهو، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم زفرای شتر را، زفرا یعنی پشت گوش شتر، پشت گوش اشکالی که مثلا حیوان وقتی که دستمال کردنی که میشه بگیم تار سرش و پشت گوش و اینجا را دستمال میکنه، همینطور میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم شتر پشت گوش هم میگه دستمال کرد. فسکنه، پس میگه شتر آرام گرفت، یعنی که شتر گریه میکرد، شتر آبی چشمانش جاری شدگی بود. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم دستمالش کرد، شتر بگیم فسکنه آرام گرفت. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت من رب هذا الجملی، یعنی کی از صاحب این شتر؟ لمن هذا الجمل، از کی از گفت این شتر؟ فجاء فتى من الانصار فقال هذا لی یا رسول الله، پس آمد میگه جوان از انصاری، پس گفت که این از من است ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که افلا تتقی الله فی هذه البهیمه التي ملکک الله ایاها، گفت آیا از الله تبارک و تعالی نمی ترسی درباره این چارپایی که داده است الله تبارک و تعالی برای تو این چارپا را، یعنی این را الله مال تو گردانید، تو مالک این شدی، صاحب این شتر شدی که الله این را نصیبت کرد. گفت آیا تو از الله درباره این شتر نمی ترسی؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت فانه یشکو الی انک تجیعه و تدعبه، پس پیغمبر گفت که فانه یشکو، پس هر آینه گفت همین شتر شکایت میکند به من، حالا گفت شتر به من شکایت کرده سی، انک تجیعه، هر آینه گفت تو تجیعه یعنی گرسنه و گشنه نگاه میداری شتر، شتر شکمش سیر نمیکنی، و تدعبه، و شتر بسیار خسته و مانده میکنی، بسیار خستش میکنی، یعنی کاری بسیارش میفرمونی اما شکمش سیر نمیکنی. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم براش این سخن رو گفت. رواه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود روایت کرده که روایت البرقانی به مثل روایت برقانی، این حدیث در ابو داوود هم هست به مثل روایت برقانی. خب این بود حدیث 966. این حدیث دلالت به این کرد که پیغمبر، یعنی یکی از معجزه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم که سخن حیوان را میفهمید رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی حیوان رو سخنش رو میفهمید. خب بعد از این حدیث 967 و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت کنا اذا نزلنا منزلا، میگه بودیم ما هنگامی که می فرامدیم در جایگاه، در یکون جای می فرامدیم یعنی دم می گرفتیم در وقت سفر، لا نسبحو حتی نحل الرحاله، لا نسبح یعنی نماز نمی گذاشتیم، نه نماز فرضی و نه نافله، تا که حتی نحل الرحاله، تا اینکه باز میکردیم بارها رو. یعنی چی؟ یعنی وقتی در یک جا دم گرفتنی میشیدیم میستادیم، پیش از اونه که نماز بخونیم اول بارهای شترها را، بارهایی که در بالای حیوانات است اون را میکشادیم و میفراوردیم و شترها را بگیم دم میدادیم، بعدن نماز میخوندیم یا بعدن نافله میخوندیم. نسبحو با اینجا نصلی است، یعنی نماز نمیخوندیم. رواه ابو داوود به اسناد علی شرط مسلمین، این حدیث را ابو داوود با اسناد روایت کرده است که به شرط مسلم موافقت میکند، یعنی که حدیث اسنادش قوی است. خب و قوله، و این سخنی که در حدیث آمده است که لا نسبحو ای لا نصلی نافلته، یعنی نماز نافله نمیگذاشتیم. و معناه انا مع حرصنا علی الصلاه، معناش میگه همین است، ما میگه با وجود آنه که قدر حریص بودیم به نماز، ما اینقدر بگیم مشتاق نماز بودیم، لا نقدمه على حط الرحال و اراحه الدواب، یعنی که مقدم نمیدانستیم نماز را بر کشادن بارها و به دم دادن چارپایان، یعنی اول بارها را میکشادیم، بعدش شترها را بگیم در یک جای خوب دم میگذاشتیم، بعد از اون شروع میکردیم به
نماز خواندن. این بود حدیث 967. با همین این باب به آخر رسید. باب نو، باب اعانت الرفیق، باب در مسئله کمک کردن همسفر. وقتی که انسان در سفر میبروید، کسی که در همراهش است اون را کمک بکند، اون را یاردم بکند، دست چه بگیرد در اون حالتهای و احتیاج به خدمت شد خدمت چه بکند. میگه فی الباب احادیث کثیره تقدمت، در این باب حدیث های زیاد است که خیلیش گذشت. که حدیثی به مثل حدیثی که گذشت والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، یعنی الله سبحانه و تعالی در کمک کردن بندهش است زمانی که بنده در کمک کردن برادرش باشد. وقتی انسان در فکر و اندیشه کمک کردن یک برادرش باشد، الله سبحانه و تعالی در بگم کمک اون بنده است، اون بنده را الله سبحانه و تعالی کمکش میکند. این حدیث یعنی همچنین دلالت به همین باب میکند که ما وقتی هم سفر میبریم احتیاج به کمک شد باید خدمت چه بکنیم. و حدیثی کل معروف صدقتون، این حدیث هم همچنین دلالت میکند یعنی همه ای کارهای نیک و شایسته صدقه است. یعنی که وقتی که یاردم میکنی رفیقت رو در سفر، این کاری نیک است، پس صدقه در نامه اعمال نوشته میشود. و اشباهی و مانند همین حدیث های طولانی و به همین معناها حدیث های زیادی که گذشت دلالت به همین باب میکند. اما امام نووی رحمه الله همچون عادتش چند حدیث های دیگری در این باب برامون تقدیم میکند. حدیث 968 و عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت بینما نحن فی سفرین، میگه زمانی که ما در سفر بودیم، اذ جاء رجل علی راحلة له، ناگهان میگه آمد مردی که علی راحلة له یعنی سواره بر شترش بود، یک مرد بالای شتر ده میگه نزد ما آمد. فجعل یصرف بصره یمینا و شمالا، پس شروع کرد میگه نگاه میکرد طرف راست و چپ. یصرف بصره میشه بگیم نگاه میکرد، یمینا و شمالا یعنی راست و چپ، یا یصرف بصره یعنی میگردونید چشمانش را به طرف راست و چپ، هرچه خلاصش یک چیز است. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مرد رو در این حالت که دید، پس رسول الله گفت که من کان معه فضل ظهرین، یعنی هر کسی که باشد همراهش، یعنی هر کسی که داشته باشد فضل ظهرین یعنی سواره زیاتی، سواره بیکاره که خودش سوار نمی شود، یعنی که همراهش هست و سوارش استفادهش نمی برد، هر کسی همراه خودش سواره زیاتی داشته باشد. فلیعود بهی علی من لا ظهر له، پس گو باید بدهد همون سواره زیاتیش رو بر کسی که سواره ندارد. اونهایی که سواره ندارند با اونها این سواره اون اسب شتره چی که زیاتی دارد با دیگر کس بتید. و من کان له فضل زادین، و هر کسی که داشته باشد فضل زادین یعنی که طعامی زیاتی، طعامی اضافه‌ای و آذوقه زیادتی داشته باشد، فلیعود بهی علی من لا زاد له، پس بدهد اون طعام زیادیش رو بر شخصانی که لا زاد له اونها آذوقه‌واری ندارن، اونها توشه سفر ندارن، پس با اونها بدهد. فذکر من اصناف المال ما ذکره، پس ذکر کرد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم از انواع مال آن چیزی را که ذکر کرد، یعنی که چند نمود در اینجا ببین شتر آورد، در اینجا توشه سفر آورد، در اینجا لباس هم آورد، پاپوشین هم آورد، خلاصه چند چیزها را، چند اصناف را ذکر کرد، انواع مالداری را ذکر کرد. حتی رأینا انه لا حق لاحد منا فی فضل، اکنون راوی میگه ابو سعید خدری میگه که حتی یعنی به اندازه بگم با تفصیل این مسئله را بیان کرد که رأینا یعنی که ما برداشت کردیم از سخن رسول الله یا ما فکر کردیم انه لا حق لاحد منا فی فضل، یعنی ما حق در مال زیاتی ما نداریم. یعنی من دو سه شتر داشته باشم، یک تاش سواری و دو تاش یک تاش زیاتی باشد، یعنی رسول الله چنان تأکیدات زیاد کرد، چنان تفصیل زیاد داد، تصور کردم که اون زیادی یعنی حق من نیست، دیگر حق من نیست که باید من با کسی دیگر
اون را بدهم. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. خب این بود حدیث 968. بعد از این حدیث 969 و عن جابر رضی الله عنه، یعنی که از جابر رضی الله عنه روایت است، عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، جابر از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکند انه اراد ان یغزو، هر آن رسول الله، انه ایهو برمیگرده به پیغمبر، هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم اراد ان یغزو، خواست که به جهاد برود، خواست به جهاد ببراید. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت یا معشر المهاجرین و الانصار، گفت ای گروه مهاجرین و انصار، این من اخوانکم قوما، گفت هر آینه از برادران شما گروهی هست که لیس لهم مالون، اون گروه مال ندارد، اون گروه صاحب مال نیستند، ولا عشیرتون، و اونها همچنین گفت خویش و تبار هم ندارند، کسی هم ندارند. فلیضم احدکم الیه الرجلین، فلیضم، پس باید شریک قرار بدهد، یعنی همراه بگرداند هر یکی شما به وی دو مرد رو، یعنی هر یک شما دو کسی را قطیتون بگیرید، اون دو کسی که مال ندارن، خویش و تبار ندارن، اونها را شما همراه خودتون بگیرید. اوی ثلاثه، گویا سه کسی را بگیرید، کسی را زورش میرسد دو کس، کسی را زورش میرسد سه کس، از اون به مال ها و از اون به خویش و تبار ها را شما همراهتون بگیرید، همراه خود قرار بدید. فما لاحدنا من ظهر یحمله الا عقبة كعقبة، فما لاحد منا، پس میگه نبود از ما کسی من ظهرین که داشته باشد سواره که یحمله، اون سواره این انسان را ببردارد، یعنی انسان سواره اون سوار شود به اون سواره، الا عقبة كعقبة احدهم، یعنی مگر اینکه به نوبت سوار شود به مثل نوبت شدن بعضیتان، یعنی که مثلا یک شتر از دو سه نفر قطید که میگیری، همون یک شتر نوبتکی سوار میشود. عقبتون، عقبه یعنی نوبت، الا عقبتون که عقبت احدهم، یعنی مگر اینکه نوبت قرار بدهند به مثل نوبت دادن هر یک از شما دو سه نفر، چطوری که یک شتر به نوبتکی سوار میشوید. قال، اکنون جابر راوی حدیث میگوید که فضممت الی اثنین او ثلاثه، پس میگه همراه کردم من با خودم، یعنی همراه خودم گرفتم دو نفر یا سه نفر را. و مالی الا عقبة كعقبة احدهم من جملی، پس نبود برای من میگه مگر این که نوبت به مثل نوبت هر یکی اونو از شتر خودم، یعنی که من شتر از من بود، اما دو سه نفری را که گرفتیم به نوبت شتر سوار میشیدیم، این نوبت میگه یعنی زیادتی از اونها نبود، این در نیست که من صاحب شتر هستم من زیادتر سوار شدم اونها کمتر، نه، نوبتامون میگه یک رنگ بود، مثلا یک ساعت اگر که یتش سوار میشید یک ساعت، من میگه یک ساعت سوار میشیدم، یعنی به نوبت سوار میشیدیم شترها را، در نوبت من زیادتی برای صاحب شتر نبود میگه، یعنی که عدل و انصاف و این چیزها که بین پیغمبر و بین صحابه و اصحاب پیغمبر. رواه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود روایت کردگی هست. پس باید، یعنی که در این باب من درباره کمک کردن به همسفر است، یعنی همسفرش را کمک میکرد که در شتر سوار میشدن که تا اینکه خسته بد نشوند. این بود حدیث 969. بعد از این حدیث 970 و عنه قاله، یعنی که از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یتخلف فی المسیر، میگه بود رسول الله صلی الله علیه و سلم یتخلف فی المسیر، یعنی قصدن قفا میمون خودش رو در سفر، وقتی پیغمبر در سفر میبرومد قصدن بگم به قفا میافتون خودش رو، یعنی که آهسته آهسته میرفت تا اینکه مردم هم پیش برود، و این از قفا رفتن پیغمبر میگه این قصدن بود. چرا این کار رو میکرد؟ میگه فیوز جل ضعیفه، یعنی که پیش میبرد انسانهای ضعیف رو میگفت پیش نکنون، و یردفو، و
اکنون اون ضعیفا رو، اون ناتوان رو با پشتی شترش سوار میکرد. این همراه خودش سوار میکرد، مثلا یا چند نوبت قد سوار میکرد یا چند قدر بود دیگریش سوار میکرد. خلاصه همون ضعیفا قفا نمونن اونها را سوار میکرد و یدعو له و دعا میکرد در حق ضعیف. در حق ضعیف رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکردند. یعنی که این بود عادت رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفر. رواه ابو داوود به اسناد حسن. این حدیث را ابو داوود به اسناد حسن روایت کردگی هست. این بود بابی کمک کردن رفیق و کمک کردن همسفر در سفر. این بابم با آخر رسید. بعد از این باب ما یقوله اذا رکب دابته للسفری، یعنی باب در بالای آن چیزی که میگوید هنگامی که سوار میشود بر چارپایش در سفر. وقتی که انسان سوار میشود چارپایش را در سفر، باید چی بگوید، چی دعا بکند، چی ذکرها را بکند، چی سخنها را بگوید. این باب در این مسئله سخن و دلایل رو تقدیم میکند. این باب رو انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این به درس امروزمون با همین درس امروزه به آخر رو تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.